هلو گایز، چطوری بچه‌ها؟ شایان سلیمی هستم. امروز اومدیم یه ویدیو خفن با هم ببینیم، بلایند دیت اسلامی. حتما ویدیو تا آخر ببینید. از بین کامنت‌ها یه نفر 200,000 تومان برنده میشه. اینم نفر قبلیه، کامنتش میاد اینجا. بریم ویدیو رو ببینیم. بسم الله نور. امروز در محفلی که هستیم قرار دو نفر با هم دیگه آشنا بشن. هم بلایند دیت خودمونه دیگه، اسلام میشه. خواستگاری سنتی تایمی میاد که میخوای بری بگیری. اینا دارن صحبت میکنن که بره بگیره یا نگیره. خلاصه این ویدیو من میخوام هرس بخورم. به تخم. برم یه قرص بندازم بیام. خب بچه‌ها، داداش یه دونه قرص اعصاب بندازه. این قرص دکتر داده. هرس میخورم من. این ویدیو خیلی هرس میخورم. این دو نفر با هم دیگه حرف میزنن، صحبت میکنن، سعی میکنن با هم دیگه آشنا بشن. سعی میکنم ما هم آشناشن یعنی چی؟ میخوام ما هم آشناشن. سعی میکنم اومدن خب آشناشن دیگه. این مجری تا آخر این ویدیو منو فقط میخواد هرس بده. خواستگاری نمادین ما الان شروع میشه. یا علی. این خانم و آقای عزیزی که اینجا هستن با هم دیگه شروع میکنن به صحبت کردن و با هم آشنا میشن. بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. میگن که خانم‌ها مقدمن، اگه شما دوست دارید شما شروع کنید، اگر هم شما اومدید خواستگاری که شما میتونید شروع کنید. تو چقدر نمکی. 22 سالمه. فرزند اول خانواده‌ام و دانشجوی کارشناسی مهندس شیمی ام. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه کریمی هستم، دانشجو رشته حسابداری دانشگاه سپاه. 20 سالمه، فرزند دوم خانواده. یک سوال تو ذهنمو درگیر کرده. راستش یه سوالی ذهن منم درگیر کرده. اونجا کسی خوابیده اینقدر یواش داره صحبت میکنه؟ اینکه هدفتون از پذیرفتن خواستگار و ازدواج چیه؟ چه پس زمینی داخل ذهنتون هست؟ خود ازدواج کنه دیگه. ازدواج میکنن چیکار میکنن؟ تشکیل خانواده میدن، آدم میشن، میرن سر زندگیشون. هدفتون از این یک سوال دارم. شما مرز و حد تعصبی که روی همسر آیندهتون دارید چقدره؟ من چون مهندسم سر کار به طور واضح همکار خانوم هم دارم. خب توی زمانهای استراحت داداش جان من تو چیو داری مینویسی؟ ساعتی که هستش اونجا وجود میاد یه چای با هم میخوریم. تا چه حد گفتگو بین ما برای شما به نظرتون مجازه؟ آیا اگر تولدشون بشه این حد برای شما قابل قبوله که بنده هدیه بهشون بدم؟ چه ربطی داره؟ خب اول بپرس ببین چی کاره است، چی میخواد بخونه، درسش اصلا بدش. خب اول از همه نکته‌ای که هست شناخت طرف مقابلم، یعنی شناخت شما واسه من مهمه که حالا تا چقدر من رو شما شناخت داشته باشم و اون اطمینانه و اعتماد بین من و شما باشه. حالا هر چقدر به نظر من اون اعتماد اطمینانم باشه، من به عنوان یه خانوم هیچ وقت قبول نمی‌کنم. اینجوری که تو یه دفعه اومدی گفتی نمیدونم فلان و بسار میگی قبول نمیکنم، بدبخت بعد هرچی نوشت و پاک کن. کلا با زن نباید صحبت کنه. زندید باید فرار کنه. شما با کار کردن همسرتون موافقید؟ کار کردن همسر من یک مرزی براش قائلم. بیا برو جمع کن بابا، شفته کن. کار کردن همسر به شرطی که به خانواده و مخصوصاً کودکان آسیب نزنه. مثالی که داریم، خود مادر بنده پرستار بود و بین همکاراشون دوستانشون میبینم که فرزندانشون آسیب دیدن از این. زمانی که آسیبی نباشه و خود خانم ترجیح داده باشه مشکلی ندارم باشه، ولی خط قرمز من آسیب خانواده و مخصوصاً فرزندانه که در تربیت فرزندان مادر باید نقش داشته باشه. بچه باید تو بغل مادرش بزرگ بشه. نه، ما بچه‌ها رو میفرستیم تو خیابون بزرگ میشن. یعنی چی بچه باید در آغوش مادرش بزرگ شه؟ بچه رو مادرش بزرگ کنه، پدرش بزرگ کنه دیگه. جز اینا شخص دیگه ای بزرگ میکنه بچه رو. بعد تحصیل چی؟ تحصیل به نظرم یه ابزار خیلی خوبیه. تحصیل ابزاره؟ خب با اجازه من یه سوال بپرسم از شما. در مورد کفریت سیاسی از شما بپرسم. کفریت سیاسی چیه؟ اگه 5 طبقه کنیم، طرفدار، موافق، خنثی، مخالف و کنشگره که مخالف باشه و کارهای سیاسی
مخالف نظام عقاید آخه تو رابطه بین تو سیاسی و سیاست رو برای چی میکشی وسط؟ الان تو و این میخواید صحبت کنید، ازدواج کنید، چه ربطی به سیاست داره؟ من برجامم همینجا برگزار کنن. بچه‌ها من یه لحظه یه نکته رو بهتون بگم. دهن همتون رو در مورد تحصیل سوال شد و در مورد یک دسته خیلی وسیعی هم حرف زده شد. یعنی شما سیاست و اقتصاد و مذهب رو همه رو گذاشتید توی یک کاتگوری و واقعا تو جلسه خواستگاری اینجوری با هم دیگه آشنا میشید. یعنی تو الان علی مشی سیاسی و اعتقادی و اقتصادی و اینا آره وای خدا نکشتت فاتی. سنگین نیست، حالا چرت و پرت داره میپرسه. تو خواستگار اینجور سوالا پیش بیاد من خودم شخصا 2 نفر رو ترور. اهل خرج کردن هم هستین؟ اهل خرج کردن هدفدار هستم. من یه اعتقادی دارم حداقل اوایل زندگی برای زوجها خیلی این اتفاق میفته و به هر حال تو این شرایط بازار رفتن خودشون وسایل رو میبینی نیاز ایجاد میکنه در ذهن آدم، ولی خرید واقعی خریدیه که در خانه تصمیم به خرید اون گرفته باشی. من این دید و سیاست رو داخل ذهنم دارم که خرج کردن هدفدار باشه، حتی در مورد هزینه‌اش نه، ولی میگم هدف درست باشه در اوایل زندگی، حتی که یه ذره راه پرچالش تره. در ادامه اگه شرط بهتر شد نه مشکلی نداره. با هدفدار منظورت اون چیزی که نیازه. منظورش اینه که چرت و پرت نخریم رفتیم بیرون ها، میدونین چی میفهمم چی میخواد بگه، ولی وقتی میاد میگه هدفدار خرید کنیم، خب مثلا من گشنمه یه چی میگیرم میخورم، من یه چی ندارم اونو میخرم استفاده میکنم ازش، یعنی چی بخرم که استفاده نکنم ازش. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. خب شما مثلا با همسر آینده‌تون رفتین بیرون، به شخص من از یه چی خوشم اومد که مثلا یه ماه قبل اونو تهیه کردم و داشتم. شما نظرتون در این چیه؟ شما یعنی میگید ولخرجیه؟ شما میفهمید یک ماه قبل یه چیزی رو خریداری کردید و داشتید از اون. من شما صحبت میکنم. یه مدل دیگه شه حالا. هدفدار شدن منظور اینجا به پسره داره رحمم میاد. اون داره میگه که یه مدل دیگه‌اش من فهم تهش رو گرفتم چی میخواد بگه. منظور هدف فقط زندگی مادی نیست. هدف حتی میتونه روحیه شخص مقابل شما هم باشه. چیکار کنیم؟ نیازمون نیست. نیاز اساسی نیست یا وای نیستی مثلا میگه آقا بزن زنم حواس چاقال بادوم کرد 0.5 کیلو بخرم چاقال بادوم. چیکار میکنی؟ عددش هم قابل توجه. چاقال بادوم من دیدم کیلو 2 میلیون الان اومده نوبرونه. چیکار میکنی الان؟ من بهشون میگم شما چاقال بادوم رو من میخرم به شرطی که، ولی من اون پول رو کنار گذاشته بودم که برای شما یه انگشتر بگیرم. آیا شما راضی؟ 2 میلیون شما نمیتونی انگشتر بگیری. 2 کیلو میگیریم. 1 کیلو نه. با یه دونه چاقال بخر یا نخر دیگه، نمودی منو، من سرویس شدم دیگه. دخترش نمیشه پاشو بزنه زیر گوشه بزنه. به قول شما روحیه من الان همون چاقال بادومه رو میخواد، طلا نمیخواد. به روحیه بعد همسرتون هم باید توجه داشته باشید. توجه میکنیم. شما میگید باشه ما این باشه، ما برای شما میخوایم، از اون برای دل شماست و یه سری مسائل دیگه شما میفرمایید که نه من این مورد رو بیشتر احتیاج دارم، نیاز من اینه. درسته. نیاز شما اینه، خودتون بهتر میدونید. یه پاییز درد و زمستون سرد و یه عصر قشنگ و غریبی غم جمعه عصر و گفتم. یه نکته دیگر هم بگم بچه‌ها بهتون. حالا مثال چاقال بادوم که خیلی مثال آره خیلی مثال طنزی بود، ولی اتفاقی که واقعا میفته ها. یعنی حالا نه لزوما با چاقال بادوم یا یه خوراکی یه چیزی شبیه که البته بسیار زیاد میفته و اصولا آقا هم خیلی اینجوری نیست که الان حالا علی شاید یه ذره داره همچین سخت برخورد میکنه و آره باید خیلی حساب و کتاب و اینا، ولی احتمالاً تو عمل اینطوری نخواهد بود فاطمه خانم. من فکر میکنم فاطمه خانم سکته کرد. ولی یه نکته‌ای وجود داره، یه 2-3 سطح بیاریمش بالاتر این اتفاق رو. توی دنیای واقعی علی آقا یه اتفاقاتی میفته. من یه زمانی یادمه یه معلم تربیتی که ما داشتیم، ما البته درسمون دیگه تموم شده بود، هم استایل تو بود هم تیپ تو، خیلی هم شعر و برا همینقدر مزخرف مثلا خورده و ازدواج کرده بود خیلی زود، تو همین مثلا 23 سالگی اینا، و همسرش طلب خرید مبل کرده بود. گفتم مبل بخریم، مبلمان بخریم برای خونه. تا اون وقت مبلمان نداشتن توی خونه و
خیلی سنتی از اون فرشا بود و پشتی و اینا. بعد به یه چالش بزرگی خورده بود. آیا واقعا ما باید مبل بخریم؟ من نمیدونم هستن آیا کسایی که امروز چنین چالش هایی رو دارن یا نه، ولی من اینو از نزدیک دیدم که البته این مال 20 سال پیش حدوداً، ولی کسی رو دیدم که به چالش خورده بود و بحث داشتم با همسرش اون رو طلب میکرد و اون میگفت دیگه برو واسه همین. بالاتر از قصه چاقال بادوم و چیزای خیلی فانتزی و چیزای خیلی سر چاقال بادوم ما نیم ساعت اینجا بحث داشتیم. چیزای دیگه قطعاً 1 ماه بحث داره. هر چی مثلا تو یه سیستم مثلا میخواد بگیره، واسه باند میخواد بگیره برای خونه، آیا من بگیرم؟ آیا موزیک حرام نیست؟ آیا همسایه اذیت میشه؟ آیا بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو همراه کردید. دیگه مغزم نمیکشه. حتما چنل سابسکرایب داشته باشید. اگه خوشتون اومد اینجور بلایند دیتاهای اسلامی داخل کامنت ها بگید، من حتما براتون ویدیوهای با کسای دیگه که گرفتن ریاکت میدم براتون. حتما چنل ساب داشته باشید. بوس بهتون.